سلام و درود به شما دوستداران فلسفه و اندیشه. مثل همیشه به کانال فلسفه حکمت خوش اومدین. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشین و در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. صحبت امروز ما درباره هانا آرنت هست، فیلسوف آلمانی یهودی که مسئله مورد نظر اون انسان‌ها، روابط بین اونها و مسائل و مشکلاتی هست که در جامعه امروز باهاش مواجه هستن. آرنت هم دوره با جنگ جهانی دوم و هایدگر فیلسوف بزرگ اگزیستانسیالیست بود. اون عاشق هایدگر بود، ولی متاسفانه هایدگر وقتی به سمت نازی ها میره و در جهت اونها وای میسه، آرنت رو دچار مشکلاتی میکنه، چرا که نازی ها در تعقیب یهودیا بودن و آرنت هم که یهودی بود باید فرار میکرد و از اون شهر دور میشد. لذا به سمت آمریکا میره و در اونجا ساکن میشه برای همیشه. خب در ادامه ببینیم که منظور آرنت از عادی سازی چیه و مسئله‌ای که براش پیش اومده و با اون مواجه شده در طول حیات فلسفی خودش چی بوده. در واقع منظور آرنت بچه‌ها از عادی سازی در مسئله خودش در واقع بی‌تفاوتی‌های اجتماعی و ابعاد اون هستش، تبعاتی که این مسئله در پی داره و مشکلاتی که برای انسان عصر حاضر پیش میاره. کتاب‌ها و مقاله‌هایی که از آرنت بعضن به جا مونده شامل مطالب سیاسی و اخلاقی هم میشه که بسیار نزدیک به مسائل روزی هستش که ما با اونها مواجه هستیم و چه خوب هست که بتونیم از نظر یک فیلسوف هم به این مسائل نظر کنیم و بررسی کنیم که اون چه نظری در این زمینه ها داشته، چه دیدگاه هایی داشته و این امور رو از اون نظر هم واکاوی کنیم و به یک نگرش جدید در این زمینه دست پیدا کنیم. در حقیقت در خلال این اتفاقات، تعقیب و گریزها و جنگ جهانی دوم بود که آرنت به این نتیجه رسید بهتر هست به جای اینکه در یک فضای بسته دانشگاهی بشینه و ساده لوحانه مثل یک فیلسوف آکادمیک در فضای ذهنی خودش سیر کنه و بیاندیشه، در اجتماعی وارد بشه که با مسائل گوناگونی مثل جنگ و ویرانی و غیره دست به گریبانه، چرا که پرداختن به یک فلسفه انتزاعی و صرف که تنها در حد یک نظر و در مقام یک ایده باقی میمونه و به حکمت عملی تبدیل نشه، به مسائل اخلاقی و سیاست و مواردی از این دست وارد نشه، کمک حالی برای جامعه در حال فروپاشی نباشه، سودی نداره. مثل این میمونه که به فردی که در مقابل خونه‌ای که حاصل سالها و سالها عمرش ایستاده و سوختن اون رو در میان شعله‌های بیرحم آتش نظاره‌گر هست، همه چیزش رو در حال نابودی میبینه، بیاین و نصیحت کنین که مثلا به رویاهای زیبا فکر کن، اندیشه زیبا داشته باش، یا به شادی‌ها فکر کن که هیچ سودی برای اون فرد و برای اون خونه در حال سوختن و فروپاشی نداره. بچه‌ها حتما خیلی از شما با چنین مواردی در طول زندگی فردیتون مواجه شدین که در شرایط خیلی بد، خیلی بحرانی هستین و از یک دوست، یک آشنا یا حتی رفیقی نصیحتی خیلی نابجا میشنوین و با خودتون میگین که حتی اگر بلند هم نگین، البته تنها در درون خودتون، در اندیشه خودتون با خودتون فکر کنین، میگین که آخه این چی میگه دیگه، من تو چه حالیم، این به چی فکر میکنه. این دقیقاً همون شرایطی هست که هانا آرنت میخواد دوستان بهش بیاندیشه و سعی میکنه که براش راه حل مناسبی پیدا کنه. نمیخواد بشینه و این ویرونی رو صرفاً تماشا کنه و بعد با ایده های قشنگ و نظریات فلسفی ناب که به ذهنش خطور میکنه و اونها رو مورد بررسی قرار میده سر کنه. پس چه کار میکنه؟ اون وارد اجتماع میشه، سخنرانی میکنه، مقاله مینویسه، از دردها و شرهایی که گریبانگیر جامعهش هست، گریبانگیر انسان هاست میگه و میخواد که کمک کنه، اصلاح کنه، میخواد فلسفه رو به بطن جامعه بکشونه و اون رو در محیط دانشگاهی و مدرسی رها نکنه و همونجا نگه نداره، دفن نکنه. پس نتیجه چیه بچه ها؟ این که فلسفه برای آرنت دیگه صرفاً یک حکمت نظری نیست، بلکه تبدیل به حکمت عملی میشه. یعنی چی؟ یعنی نظر تبدیل میشه به عمل.
فلسفه میاد به بطن جامعه، میون آدما، وسط زندگیشون، دغدغه هاشون، مشکلات و مسائلشون و سعی میکنه که راه حلی عملی برای اینها ارائه بده. نه اینکه فقط در حد یک تئوری و اندیشه و ایده انتزاعی باقی بمونه. دیگه یعنی چی؟ یعنی سیاست و فلسفه سیاسی نباید در حد اندیشه و ایده باقی بمونه، باید تبدیل به عمل بشه. عملکرد اون در سطح جامعه واقعی و بسته به مصالح انسانها در جوامع مختلف مورد بررسی قرار بگیره. چون در غیر این صورت ما تنها یک فیلسوف سیاسی در حد تئوریسین های سیاسی باقی میمونیم، در حالی که فلسفه برای بهتر کردن زندگی آدما هم هست، به خصوص در فلسفه سیاسی که سیاست رو از جمله مباحثی در فلسفه میدونه که باید در سرنوشت افراد دخیل باشه، با عمل همراه باشه و تنها در حد تئوری و نظر باقی نمونه و کمک حال و مؤثر در سرنوشت و سرگذشت انسان ها باشه. بچه ها در زمینه سیاست و فلسفه سیاسی اگر تمایل به کسب اطلاعات بیشتری داشتین و میل به اندیشه و دونستنتون رو فعال کرده، میتونین به آثار باقی مونده از ارسطو، افلاطون، حتی سقراط مراجعه کنین و ریشه های اندیشه های سیاسی غرب رو از اونجا مورد بررسی قرار بدیم. البته ما از طریق افلاطون از سخنان و نظرات سقراط آگاه هستیم، این رو مد نظر داشته باشیم و کتابی توسط خود این فیلسوف یعنی سقراط در طول حیات فلسفیش نگاشته نشده اصلا. و چرا این مطلب رو مطرح کردم؟ برای اینکه بدونید این سه فیلسوف جزو بزرگانی هستند که مستقیم در بین مردم و در اجتماع حضور داشتن و حتی اندیشه های خودشون رو در کنار مردم و در حضور اونها عنوان می داشتن و صحبت می کردن درباره مسائل مد نظرشون. اونها در خلال گفتگوها گفتیم که با مردم صحبت داشتن، آموزش به اونها می دادن و به اندیشه افراد و بطن جامعه تزریق می کردن، کمک می کردن. اما یه مشکلی هم در این دوره که تقریبا مصادف هست با 3000 سال پیش در جامعه یونان وجود داشته. این مشکل چی بود؟ جامعه یونان به این فیلسوفا بد کرد. بچه ها به اونها جام زهر نوشان، اونها رو و سخنانشون رو مورد تمسخر قرار داد، رد کرد، اونها رو آزار کرد و خیلی مسائل اندیشه ستیز دیگه ای رو که با این فیلسوف ها داشتن، مثل افلاطون که از جامعه اون روز یونان اون روزگار ناراحتی به دل داشت و کم کم خودشون رو از جامعه گرفتن، از جامعه جدا کردن و صرفا در محیط های آکادمیکی که داشتن به نام آکادمیا نامیده میشد به تفلسف پرداختن. یعنی چی شد؟ یعنی فلسفه از بطن جامعه علنا جدا شد و تبدیل به نظر و تئوری صرف شد که به هیچ وجه به نفع اجتماع نبود، به نفع اندیشه های آیندگان نبود. هانا آرنت بچه ها با اینها مخالف بود و روش سقراط رو که در بطن جامعه بود به روش آکادمیک افلاطون و ارسطو ترجیح میداد و معتقد بود که مردم اینطور بهتر میتونن کنشگری سیاسی اجتماعی داشته باشن، امری که خیلی مورد توجه هانا آرنت بود و میخواست مردم رو در این زمینه آگاه کنه. اون معتقد بود دوستان، افرادی که کنشگری سیاسی اجتماعی نداشته باشن با یک مشکل بزرگ روبرو میشن و با اموری در سطح پایینتر در تعامل هستن و دچار مسائل و مشکلات زیادی در زندگی میشن که الان متوجه اون نیستن. اینها همون قشر خاکستری جامعه هستن. یعنی چی؟ یعنی افرادی که هدف اصلیشون یعنی اون کنشگری سیاسی اجتماعیشون رو فراموش کردن، کنار گذاشتن و تنها یک کنشگر اقتصادی مصرفگرا و به دنبال اهداف صرف اقتصادی هستن. خب مگه این چه اشکالی داره؟ چه مشکلی ایجاد میکنه برای فرد و جامعه؟ مشکلی که ایجاد میشه بچه ها این هست که این فرد در خدمت اقتصاد هست نه اجتماع، که در کل پاسخگوی سؤال انسان بودن یعنی چه نخواهد بود. انسان تولید کننده و مصرف کننده یک حیوان اقتصادی میشه بچه ها، نه یک حیوان سیاسی اجتماعی، در حالی که انسان باید یک حیوان سیاسی اجتماعی باشه و هویت داشته باشه، در حالی که اگر اون تبدیل به حیوان اقتصادی بشه و صرفاً مصرف کننده باشه دیگه اون هویت رو نخواهد داشت.
پس در این صورت مسلما انسان دچار بحران هویتی میشه. یعنی چی بچه ها؟ یعنی دیگه کسی ازشون نمیپرسه که تو در آینده قراره چه جور آدمی باشی، چه جور انسانی باشی، قراره به چه جایگاه مشخصی از بعد انسانی برسی. شما جزو قشر خاکستری جامعه میشین و صرفا ازتون سوال میشه که در آینده قراره چه کاره باشید، قرار هست چقدر پول داشته باشید، قرار هست چه خونه‌ای داشته باشید، چه ماشینی داشته باشید، چه شغلی داشته باشید. و این یعنی تغییر هویت، یعنی یک بحران. یعنی شما دیگه وارد مباحث انسان و انسانیت و اجتماع و سیاسی نیستید. شما صرفاً یک موجود تولید کننده در خدمت سرمایه‌داری و یک موجود صرفاً مصرف کننده هستید. در حالی که بچه‌ها اقتصاد باید در خدمت انسان باشه، در خدمت سیاست و اجتماع باشه، نه اینکه فرد و انسانیت و سیاست و اجتماع در خدمت اقتصاد باشن و همه جوره واسه اون فدا بشن. افراد در قشر خاکستری بعد عظیم اجتماع و سیاست رو نمیبینن و نمیشناسن و به خصوص دیگه نمیتونن مفهوم دیگری و کثرت و اجتماع رو درکی ازش داشته باشن و تنها به خودشون و فردیت‌های خودشون بها میدن، ارزش قائل هستن براش. نهایتا هم برای افراد بسیار نزدیک خودشون حرمتی و اهمیتی قائل باشن و به اونها اهمیت بدن برای مصالحشون. هویت انسان در واقع در اینجا مساوی میشه با یک هویت فردی نه اجتماعی. در واقع هویت انسان دیگه یک هویت اجتماعی و جمعی نیست که این یک مصیبت بزرگ برای جوامع و بشریت، برای انسان به عنوان یک موجود اجتماعی هست. پس نتیجه این امر چی میشه بچه ها؟ نتیجهش میشه محیط مجازی که پر است از افرادی که صرفاً یک هویت فردی و تنهای منزوی دارا هستند، شاید به دور از اخلاقیات بعضاً و به دنبال صرفاً ثروت و منافع اقتصادی صرف که خودشون رو به نمایش میذارن، دارایی هاشون رو به نمایش میذارن و اکثرا به دور از هنجارهای اجتماعی هستن که باید رعایت بشه. این همون چیزی هستش که هانا آرنت با عنوان عادی سازی شر ازش یاد میکنه. یعنی فرد آنچنان به خودش و فردیت و دارایی های خودش اتکا داره و اونها رو فقط بهش اهمیت میده که نسبت به جمع، اجتماع و افراد دور و برش بی‌تفاوت میشه و حتی ممکنه که علیرغم این بی‌تفاوتی نسبت به خودش و دیگران ظلمی هم روا بداره که در